محترم سابقه‌داران جنگ و مهنت، هموطنان عزیز، مردم صلح‌خواه عالم از جمله ساکنان تاجیکستان، فردا یعنی روز 9 می به خاطر ارزش‌گذاری به اشتراکچان جنگ بزرگ وطنی و زحمتکشان عقیبگاه یکی از صحنه‌های مهم تاریخی 75مین سالگرد غلبه بر فاشیسم را تجلیل می‌نمایند. به این مناسبت همه اشتراکچیان جنگ، سابقه‌داران مهنت و مردم کشور را صمیمانه تبریک گفته به هر یکی آنها صحتمندی، روزگار با سعادت و زندگی آرام و آسوده آرزو ماندم. در تاریخ بشریت صحنه‌هایی هستند که با گذشت سالها اهمیت و جایگاه آنها در سرنوشت انسانیت باز هم بیشتر عیان می گردد. روز غلبه بر فاشیسم در ردیف چنین صحنه‌های فراموش نشونده تاریخی مقامی مخصوص دارد. دولت و حکومت تاجیکستان اینچنین مردم کشور به دلیل و کارنمایی و جانبازی‌های در میدان نبرد نشان داده فرزندان با ننگ و ناموس خود ارج می‌گذارند و هر سال این صحنه تاریخی را همچون روز غلبه بر فاشیسم تجلیل می‌نمایند. در آن سالها بیش از 300,000 نفر شهروندان کشور ما به جنگ سفربر گردیده در میدان محاربه زیاده از 90,000 نفر آنها هلاک و بیش از 60,000 نفر مجروح شدند. ساکنان تاجیکستان خاطره آنهایی را که از جنگ برنگشتند، یعنی جان خود را به خاطر آزادی از استعمار فاشیستی قربان کردند، هیچگاه از خاطر فراموش نمی کنند و احترام آنهایی را که با پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می آورند. در سالهای جنگ بزرگ وطنی در برابر مردان تاجیک، همچنین زنان و کهنسالان و نورسان کشورمان در عقیبگاه شبانه روزی زحمت کشیده در تأمین افسران و سربازان با مواد غذایی، سر و لباس و دیگر لوازمات ضروری کمک می‌رسانیدند و سهم شایسته خود را برای نزدیک آوردن غلبه می‌گذاشتند. حکومت تاجیکستان از آغاز دوران صاحب استقلالی به مسئله غمخواری در حق معیوبان و عائله‌های اشتراکچیان جنگ اعتبار جدی ظاهر کرده این اقدام را تا امروز ادامه داده ایستاده است. ما در آینده نیز با سرفرازی ابراز خواهیم داشت که در تأمین غلبه بزرگ در برابر فرزندان دیگر خلق و ملت‌ها جوانمردان با ننگ و ناموس تاجیکستان نقش ارزشمند گذاشتند. در این روند ما با افتخار و اعتماد ابراز می‌داریم که قوه‌های مسلح تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال دوام دهندگان عنعنه‌های نیک نسل‌های کلانسال خلقمان بوده، با استفاده از سبق و کارنمایی‌های گذشتگان نیکنام خویش برای حمایه مرز و بوم کشور و تأمین زندگی آرام و آسایشته ساکنان چون سپری با اعتماد مملکت همیشه در حال
آماده باش قرار دارند. خصوصاً در آخر عصر بیستم و ابتدای 100 ساله 21 تهدید و خطرهای نو از جمله تروریسم و افراطگرایی و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزنین آن، اینچنین پهن‌شوی هر گونه بیماری‌های خطرناک سرایتی امنیت دولت و خلقها را خللدار نموده مردم سیاره از جمله ساکنان کشور ما را به تشویش و نگرانی جدی دچار ساختند. در چنین شرایط سبقهای تلخ جنگ بزرگ وطنی و جنگ تحمیلی شهروندی سالهای 90 عصر گذشته هر یک ما را هشدار می‌دهند که برای حفظ صلح پایدار، ثبات و آرامی و زندگی آسوده شهروندان مملکت همیشه هوشیار و آماده باشید. تجلیل همه ساله روز غلبه به اهل بشر بار دیگر ثابت می سازد که مستحکم نمودن دوستی و همکاری و رابطه های نیک و سازنده خلق و دولت های گوناگون عامل اساسی تامین نمودن صلح و ثبات سیاره، رشد دولت و خلق های جهان و روزگار آرام و آسوده مردم عالم بوده. انسانیت تنها با سعی و تلاش مشترک می تواند بر ضد همه گونه نیروهای بدخواه ایستادگی نماید. هموطنان عزیز، دوره که چند پیشتر در سخنرانی ها و مراجعتنامه خود به مردم شریف تاجیکستان اظهار داشتم، از آغاز هزاره نو و مخصوصاً از ابتدای سال 2020 وضع جامعه جهانی هم با سبب بحران شدید اقتصادی و مالیوی، هم از نگاه امنیت هر یک دولت و به خطری سلامتی و حیات شهروندان آن نسبت به دوره جنگ دوم جهان خطرناک و وزنین‌تر گردیده ایستاده است. یعنی امروز اهل بشر از جمله تاجیکستان ما در وضع نهایت حساس و دشوار قرار دارد. از ماه دکبر سال گذشته بیماری سرایتی کرونا ویروس اول در کشورهای علایده و در یک مدت کوتاه در تمام سیاره پهن گردیده حالا ساکنان دنیا را به تشویش و اضطراب جدی روبرو ساخته است. حکومت تاجیکستان از آغاز به عمل آمدن وضع ذکر شده تمام تدبیرهای ضروری را برای پیشگیری کردن پیدایش این بیماری عملی نمود. در نتیجه ما 4 ماه را در شرایط آرامی پس سر کردیم. ولی متاسفانه آخرهای ماه اپریل ویروس در کشور ما نیز پیدا گردید و تا امروز صدها نفر ساکنان مملکت به آن گرفتار شدند. ما برای تبابت بیماران و گرفتن پیش راه پهن‌شوی منبعث ویروس تمام امکانیت‌ها را سفربر کرده ایم. طبیبان در همه مؤسسه‌های طبی با این مقصد مخصوص گردانیده شده برای تبابت شخصان بیمار شب و روز زحمت کشیده ایستادند که با استفاده از فرصت به هر یک آنها سپاس و منتداری بیان میکنم و باور دارم که آنها من بعد نیز به سوگند کسبی خود صادق میمانند و به خلق تاجیکستان صافدلانه خدمت میکنند. وضعیت به میان آمده از هر یک ما تقاضا میکند که
نهایت هوشیار و احتیاطکار و باز هم با صبر و تحمل باشیم. با واهمه و تهلکه دادن نشویم و در لحظه های دشوار و وزنین در پهلوی یکدیگر باشیم. ما باید به خود باور داشته باشیم و با عزم قطعی بر ضد این بیماری مبارزه برده با دانش و تجربه و مهارت و ملکه خویش از این وضعیت رها شویم. در این مبارزه یگان فردی با ننگ و ناموس نباید تماشابین و بی‌طرف باشد. یک مسئله مهم را بارها گفتم و بار دیگر تاکید می نمایم که سلامتی هر یک انسان در دست خود اوست و از رعایت طلبات تازگی و بهداشتی وابسته می باشد. در نوبت اول ضرور است که توصیه های طبیبان یعنی تازگی دستها و نگاه داشتن فاصله هنگام صحبت و قاعده های بهداشتی شخصی در خانه، جایهای جمعیتی و هنگام سیر و گشت قطعاً رعایت کرده شوند. در خاطر باید داشت که این بیماری به واسطه از آدم به آدم میگذرد، یعنی سرایت کننده یا انتقال دهنده ویروس تنها خود انسان است. بنابراین ما با رعایت تازگی و قاعده های بهداشت شخصی باید همیشه در فکر خود و اهل عائله ما باشیم و نگذاریم که ویروس پیش از همه در بین اهل خاندان ما پیدا شود. تکرار هم شود، بار دیگر همه شما هموطنان عزیزم را دعوت میکنم که ما باید بیش از هر وقت دیگر سرجم و متحد باشیم. اهلانه و صافدلانه زحمت کشیم برای تامین نمودن روزگار خود و هموطنانمان هرچی بیشتر مواد غذایی استحصال کنیم. موافق تحلیل و پیشگویی سازمان‌های بانفوذ بین المللی بعد سپری شدن موسم کرونا ویروس با سبب شدت گرفتن بحران اقتصادی و مالیوی، بیکاری، کمبود غذا و بالاروی نرخ‌ها وضعیت در جهان باز هم وزنین می شود. از این لحاظ ما باید تمام ذخیره و امکانیت‌های خودمان را ثمرناک و عاقلانه استفاده کرده برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تأمین نمودن بازار استعمالی کوشش نماییم. خاطر نشان می سازم که اگر ما با تهلکه و واهمه افتیم، یعنی از وضع امروزه با ترس و ناامیدی گرفتار شده کار نکنیم و محصولات استحصال نکنیم، زیان چنین عملی ما از خطر و ضرر کرونا ویروس به مراتب بیشتر خواهد شد. مهمتر از همه در این مرحله حساس ما باید دست یکدیگر را گیریم. کمک و غمخواری به یتیمان و معیوبان، شخصان نیازمند و بی‌سرابان و عائله‌های کم بضاعت را فراموش نسازیم. برعکس در این شب و روزها همت بلند باشیم. عملهای خیر و ثواب و احسانکاری را بیشتر نماییم. امیدوارم که در این کار خیر صاحبکاران باننگ و ناموس ما و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیش صف و نمونه خواهند بود. همچنین ما باید طبیبان را که امروزها
برای سلامتی مردم شبانه روزی زحمت کشیده ایستادند دستگیری کنیم. هموطنان عزیز ما باور داشته باشند که مشکلات امروزه موقتی اند و حتما پس سر می شوند. مردم ما روزهای از این هم سخت‌تر را بارها از سر گذرانیده اند و دل پرانه اظهار می دارم که ما همه یکجا مشکلات امروزه را نیز با صبر و تمکین، اراده مستحکم و سرجمع و اهلانه سپری میکنیم. ما باید به آینده نیک خودمان، فرزندانمان و تاجیکستان محبوبمان امید قوی داشته باشیم. اطمینان دارم که مردم سربلند تاجیکستان مشکلات موجوده را با حس بلند وطن دوستی و وطن پرستی و با اتحاد و سرجمعی برطرف می سازند و تمام نیروی خود را منبعد نیز به سمت آبادی وطن اجدادی و پیشرفت دولت صاحب اختیار خویش سفربر می نمایند. من در این لحظه های برای خلقمان دشوار شب و روز با مردم شریف تاجیکستان و در فکر هر یک فردی وطن هستم و به خاطر حفظ سلامتی و حیات ساکنان کشور تمام تدبیرها را اندیشیده ایستادم. بار دیگر همه سابقه داران جنگ و محنت و خلق عزیز تاجیکستان را و افتخار 75مین سالگرد غلبه بر فاشیسم صمیمانه تبریک گفته و هر یک فرد کشور سلامتی بردوام، عمر با برکت و برای تاجیکستان محبوبمان صلح و ثبات جاویدانه آرزو می نمایم. 75مین سالگرد جشن غلبه مبارک هموطنان عزیز.